این یه آکادمی فوتبال معمولی نیست. اینجا آکادمی آژاکسه، یکی از معروف‌ترین آکادمی‌های فوتبال دنیا که بهترین ستارگان فوتبال رو توش تربیت کرده. حالا ببینیم یک روز زندگی تو این آکادمی خفن چه شکلیه. همه بازیکن‌ها باید ساعت 7:30 صبح از خواب بیدار بشن و بعد از انجام کارهای شخصیشون به سالن غذاخوری بیان. اونجا یه صبحونه خیلی خفن و از غذاهای سلف و رژیمی باشگاه میخورن و بعدش میرن به اتاق آنالیز. توی اتاق آنالیز مربی‌ها و آنالیزورهای تیم اومدن تمام تمرینات و بازی‌های تیم رو آنالیز کردن و ضعف و مشکلات بازیکنان رو بررسی کردن. برای همین کلی نکات تاکتیکی برای بهبود عملکرد فوتبال اونا بهشون آموزش میدن. بعد از جلسه آنالیز همه بازیکن‌ها به اتاق پزشکی میرن که چکاپ بشن تا معصومیتی نداشته باشن. بعدش هم اونا پیش مربی بدنساز باشگاه میرن تا بدناشون رو گرم کنن و آماده تمرین بشن. بعدش هم به زمین چمن میرن و یه تمرین خیلی تخصصی زیر نظر بهترین مربیای آکادمی دنیا انجام میدن که بیشتر هم تمرینات حفظ توپ مخصوصا تو فضاهای کوچیکه. بعد از اتمام تمرین بازیکن‌ها برای صرف ناهار به سالن غذاخوری برمیگردن و یه تایم خیلی کوچیکی رو برای استراحت دارن. البته تو بعضی روزا همون تایم آزاد براشون کلاس‌های زبان و مدیریت مالی برگزار میکنن که توی زندگی فردیشون هم موفق‌تر باشن. توی تایم عصر هم همه بازیکن‌ها باید به سالن بدنسازی بیان و زیر نظر مربیای بدنساز باشگاه تمرینات اختصاصی بدنسازی انجام بدن. البته اینو بگم که این روتینی که دارم میگم برای بچه‌های زیر 18 ساله، بچه‌های سن پایین‌تر مثلا زیر 15 زیر 13 چون مدرسه میرن یکم روتین زندگیشون متفاوته. اونا یه جلسه در روز تمرین میکنن، تمرین بدنسازیشون توی قالب فوتبال انجام میشه. بعد از اونم هر بازیکن به صورت جداگانه یه جلسه با مربی تیم باید برگزار کنه تا عملکرد فنی اونو به صورت خصوصی بررسی کنن. بعدش هم بازیکن‌ها در اختیار خودشونن و میتونن از امکانات تفریحی باشگاه استفاده کنن.